در نتیجه یک صدمه نقلیاتی مدهش در شاهراه دوشنبه کلاب 7 جوان به هلاکت رسیده است. فلاکت شامی روزی 18 ایون رخ داده است. خویشاوندان یکی از این جوانان با نام فاروق بر رادیو آزادی گفت که ظاهرا دو ماشین در راه به هم برخوردند و از مسافران هر دو ماشین هیچ کس زنده نمانده است. یکی از طبیبان در شفاخانه مرکزی ناحیه واسع در صحبت با رادیو آزادی وقوع فلاکت را تصدیق کرد و گفت که جسد 6 جوان را برای معاینه به شفاخانه آنها آوردند و هفتمی زنده ولی در حالت بسیار وزنین انتقال یافت. مصاحب رادیو آزادی گفت 4 نفر آنها از ناحیه همدانی و 3 نفر از کلاب بودند که همگی به هلاکت رسیدند. مقامات انتظامی هم حادثه را تحقیق می کنند. یکی از خویشاوندان قربانی فلاکت بر رادیو آزادی گفت که قرار بود 2 نفر از این جوانان بعد از عید رمضان ازدواج کنند. در تاجیکستان صدمه های نقلیاتی یک عامل اساسی مرگ و میر و معیوبی به حساب می رود و روزانه تقریبا 1 نفر در چنین فلاکت کشته می شوند. در چند سال گذشته هم تلفات در نتیجه صدمه های نقلیات در تاجیکستان در طول سال نه کمتر از 400 نفر بوده است. سال 2015 هم 446 نفر، سال 2014 هم 449 نفر و سال 2013 472 نفر در راههای کشور جان دادند. سبب اساسی صدمه ها به گفته مقامات سرعت بلند حرکت، تنظیم و نظارت نامکمل به خطری حرکت، تعلیم نادرست رانندگان است.